با خدا دم 100 روپیش نیازمند بودی، دم 100 روپی. 100 روپیم که میداد تو خوشگاه میمدی؟ خوشگاه میمادم با خدا. وقتانه بند رسول الله در قول بوتوی پاتو دیگه چند گام بیش به تکمیلی و به آخری شدن و تکمیل شدن کار باقی نماند. ما واقعا یاد دل دوستای خود و همکارای خود خوب خوانده میتونم. اونا هم بخواه بگه استاد صاحب تشکر. سلامت باشی زنده. ما امید خدا و امید دوستاییم که خنجقه ما همکاری کنیم همین تکمیل. دیگه از ما سابق یک بار نه که 10 بار گفته که نصف کار را ابزارالات کار پیش مبره، نصف کار را مدیریت کار پیش. این قدر در تشویش به مو خدا هر کس که پرسان میکردم بند رسول الله ما گفتم میدارید. خوشبختانه بند رسول الله در قول بوتوی پاتو دیگه چند گام بیش به تکمیلی و به آخری شدن و تکمیل شدن کار باقی نماند. با نام و یاد خدا. در ناامیدی بسی امید است، پایان شب سیاه سپید است. پس از شبها و روزهای ناامیدی امروز یک خبر بسیار امیدوار کننده را خدمت عزیزان شریک میکنم. خوشبختانه این خبر را بخوایم برای دوستا شریک بکنم و تشکر بکنم از محترم جناب آقای خلیلی صاحب، پدر بزرگوار شهید شایگان بزرگوار، و همونطور از قهرمان آبادی و سازندگی محترم استاد صاحب زمان. عمر شما دراز، دیگه به بازوانتان توان. اول دفعه از استاد صاحب میشنوی که استاد دیگه بیخی دلش بیتاب است، پشت کار روان است. استاد صاحب کار در کجا رسیده؟ کار دیگه این امروز به امید خدا را لیولکاری دیگه. لیولکاری. این امروز لیولکاری تا بگر را به امید خدا را خلاص. امروز آخرین روز کار استاد صاحب از ما امروز آخری دیگه، آخری دیوال دیگه امروز آخری دیوال. چند هفته طول کشیده؟ چند ماه طول کشیده؟ والله ما کم دو و یک 6 متر پایین بود. 100 متر بیشترتر میه. طول چی؟ این همی 14 است. 14 روز 2 هفته خلاص کردید. 14 روز امروز که بگاش نه 14 روز میشه. کار یک ساله را 14 روز خلاص شده. یک سال. خب 7 متر پایین چی که تقریبا او 1 سال طول کشیده دیگه. ولی اویشی خو مسئولیت در دوش دیگرو بوده، اما امو قسمت بسیار سخت کار که سنگ دور رفته، فاصله و طول دیوار بسیار کلانچ در بالش بزرگ شده دیگه. سنگ کاری در بال چیز خیلی سخت است. خیر بینگین استاد صاحب. ما دیگه چی بگیم کمی تمام دنیا را که با شما بیدی و گلها را زیر فرش پای شما کنی با وقت با خدا قسم کم است. سلامت باشین آقای استاد، سلامت باشین، زنده باشین. از ما پرسان کرد روز اول که چند دیر دوام نه، ما گفتم به امید خدا را زود، ما نمیگیم که قدر روز تعداد چی، گفتم به امید خدا را زود تمام میشه، به امید خدا را زود تمام میشه دیگه. دست و پایت هم که شکر جوره. خدا را شکر، نه جای مشکل نداره. یکی از رفقایت شنیدم کمک زخمی شده. والله یک بنده خدا باز کوی اتفاقی سنگ خیلی کوچیک دودن سیدن ناخون خورا اوگار کرد. پوست چیده دیگه، او تقدر مشکل نیه دیگه. موش نامردی دم اولم نگرفتم، فرصت چی نبوده. نه شکر جور تیار است. فقط دمو تو است که فعلا چی کار نمیتونه. اگر کارم کنه کار خشره مونه، بازو کار خشره خوش نمیه. مگه ما باید دیگه سوچا کار کنیم. دیگه ای ازیش ما واقعا یاد دل دوستای خود و همکارای خود خوب خوانده میتونم. اونا هم بخواه بگه استاد صاحب تشکر. سلامت باشی، زنده باشی. خدا اونا رو به خاطر امام زمان اونا رو در هر جای است خوشحال باشه، همیشه سرفراز و سربلند باشه و دیست از مورم اینجی بگیره که کم کم موم اینجی این کارا که میشه. خلاصه همین کارا رو مو بیتونی در جای برسونی. نه استاد صاحب اون سنگایی که اون منده به نظر که اون چیز کار کنی باید. او اگر کم دیست از مخالی، اگر نه او را یک روز دو روز را بلیزی میخواستی که این را دیوال بری که دیگه یکو کس نفته یک 50 سان 60 سان
از دیوال بند بلند باشه که مثل یک چیز شینه، یک حفاظ شنه، یک حفاظت شینه، یک بچه‌ای که ما یک ریزه که یگان توری موری هم دبلش نه. آره این منظور از ما می بود دیگه. برای فعلا همی تعریف مونده که بودجه نیست استاد صاحب. درسته. اگر بودجه بود تو خبر ما در خدمتی. خب استاد صاحب گپ اما در اصل گپ که اینال شما به خیر این بزرگواری کردین، این قهرمانی کردین، این قدر کار کردین، خلاصه 6 متر را در دیرش سهم گرفتین از طرف شرکای بند رسول الله. آره از طرف مسئولین چه قدر پیسه برای شما پرداخت شده که امروز تو کار خلاص کردی مورد خانه دیگه؟ والله از اینا پرسان منه که بخیر استاد چند آورده اینال امیرم قصه کو از مو شما چیز از خدای از بندش تاشه. والله ما که است چی بخشیت بودیم امیا آقای خلیلی صاحب پیشنهاد دفعه تو یک 11,000 روپیه آوردی. آره همیش تاول که دی امور تشکیل بلکه یک 6,000 هم زیر داد که می استاد یک نشنه. آره ما هم خیلی خوشحال شدیم. عید بود. آره خلاصه یک 2 روز یا 3 روز ما تعطیلی داشتی. آره ما امور بخشی بچه‌ها مصرف کردیم. آره خرج عید دیگه. اگه نه دیگه ما بی خرج به عید بودم. آره یکی داد ما خیلی خوشحال شدم دیگه. گفتم الله دی 6,000 کی دیگه 6,000 مار یک دفعه دیده 2,000 دیگه ده 8,000 بس 8,000 پی مار دیده. یعنی من برادر به نظر من گپ 10,200 تلاد این که چند تلادی. آها 10,200 تلادی. درسته. نظر در کار که تو گده آره در نظر آتیار حسین کل چی 25,000 و 25,200 از ما فعلا سهل میشه. تو در 25,000 6 متر را آره دیوال 6 متر دیوار نمیفهم 100 متر را آره لیرک ده خدایی ایر خود ما هم همکاری آتیار حسین هستیم دیگه. باور کن ما اما یک صدومی موز دستور ندیدیم. سلامت باشی. دیگه تشکر. ما اینمی یالا تعریف هم زی اورختای که امیر رفیق استاد من تلبا اینال دیگه دوای آتیار حسین جان میال دیگه بخیر استاد صاحب ما تل ماست کم رو پیر پاس است تو تلبم ایش پروانه اگر از این استاد وصله داره. آره نه ما هم دگم شنین توکل به خدا دیگه. اگه کار برو بی کارش نمیرو نگو جای دیگه ठेकेदार نمیشه. بی کار اگه ټیکم بودی نه د 20 لک امیر جور میکرد نه نمیتونست. اگر روز اول ما میگفتم امیر 1.5 لک روپیه ما همینجا استاد میشیم امیر مرسنم کلگیشم خوشحال میگفتید که استاد صاحب می است تو. آره یالا ما در 25,200 دیر تکمیل کردیم دیگه. به امید خدا رمیم روزم آخرین روزه که این طرف از موتورا جغل میره و خاک میره بله دیوال لیول کاریه. خیر کنی بسیار خبر خوشحال کننده دیگه. گفتم در ناامیدی بس امید است. آره پایان شب سیاه سپید است. دوستا ناامید بود یعنی فضل خدا دوستای ما امیدوار شدن. آره دیگه کار را خلاص کرد. آره اینال بخیر دوستای از ما که تصمیم گرفته کمک نکنه نمیترکم وضعیت شرایط امنا تصمیم گرفته که کمک کنه. انشالله دیگه شما در زودترین وقت توسط پدر آقای شایگان بزرگوار کمک‌های خود انشالله دریافتین، پیسای خود دریافتین. با امید خدا ما از روزای خدا راستی کمه این پیسه کمه شیرنی استاد صاحب حتما در نظر بگیرید. با خیر ما شما دیگه هم خلیلی صاحب امید در سال 5 میره توی هم کنید دیگه آقای خلاصی اینا در روز عید خوبه. اگرش کارای خیلی زیاد مانده نه اگر برادرها دیگه کمک کنه باید این 100% برنج بخوری. آره امید خدا را که ما اینال سریزیز برنج مانده دیگه نه شب خوریش داشته شه دیگه. برنج خوریش دیگه. یهش خوب امید خدا رو به پول تمام کده که در امید پول برادرها آره یالا قرانم در جمله ذخیره همزود ذخیره که همو 10,000-20,000 که جوالاره یک ده دیگهش که اونجا همی موتردارا و بیلدارا گفتم و همی تیل نداره آره 5,000 2,000 ایترا خشی تیل از واده خب از جمله روزو منده 8,000 در من خب که نیم روز آوردم منه در جیب گفتم میره استاد صاحب بیدیم که دیگهش بخیره خب امور استاد خلیل دیگرو رو خیر دیگرو توکلش به خدا خب یار خیر کنی که استاد استاد پیچیم داره. ما خیلی زیاد دوست دارم استاد خب سلامت تشکر.
کنال اینمی امروز ذخیره تمام ذخیره از بوین من در قدایی بیستی خب تمام شمیه اینمی کلگش دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 این یک 500 قنجقه دود نسدی مندی تجیب از من ذخیره باشد امو برکت شی خب سلامت باشی تشکر زنده باشی 8000 شه اگر چیز نیست تا دیگه نمیدم دیگر خیر پروانی نه ما امید خواهرم تا گذارم چه اینالش مو در چیم بخوره نه؟ نه دیگه ما کم روز برم دیگه از اوستا پستان تیم کاش خلاص دیگه سلامتی پیغا بار کلوش منوش دگو ترموز سلامت باید باشی بخشی تشکر زنده باشی زیاد استاد صاحب سلامت تشکر مو خدمتیار حسین کم داره صحبت که ما برم راه کم مشکل داره راه مشکل داره آره خب خیر اول ما گیم دیگه مانده کار نباشی سلامت باشی آقای اخلاصی بسیار خوش آمدین سلامت شما باشی مانده نباشین خود 3 دانه موتور که دید مامای نه امروز 3 دانه کامپرسه آقای اخلاصی باز چون دیگه دیره که بیل بیکار نمونه بیل به کار نام نه دیگه چیزی خیلی زیاد بر برگده آره دیگه دیره از او سابقه خاک بود از او تقریبا 80 سانتی پلان برشته دیره پیشه آها یه کیلومتر یک موتر هم تشه که دبایی که بلندی پنم زیاد شنه درسته از زیر لیول کنه خود که کم نمایش بشنه با امید خدا بسیار خوب دیگه خلیلی صاحب سرصدا امروز زیاده در بین گپای از ما و شما بان هم اما آخرین گزارش از بند رسول الله را بخش دوستا شریک کنید سلامت باشه آقای اخلاصی خالق سلام احترام خدمت شما و خواهرزاده محترم تقدیم می‌دارم بعد خدمت تمام دوستا جوانا خدمت تمام بینندگان عزیز سلام احترام تقدیم می‌دارم از خداوند تبارک و تعالی صحت سلامتی جانجوریشون رو خواهانیم تشکر دیگه دوستا اگر شما زیاد گزارش دیدید تقریبا 1 ماه آره والله دیگه اینمی روز بخیر آخرین روز لیولکاری سر بندک دیرشی تقریبا 6.5 متر و 7 متر دیرش ده در طول تقریبا 14-15 روز آره هر شب استاد گفت ریزیش از 100 متر هم بلندش ده همین دراش ده همه بلندیش هم 6 متر تا 7 متر بلندیش رسته که ما امسال تمی طول 7 روز طول 14 روز 15 روز درکتی نه؟ بله و پر از هم پر دیره تقریبا امال فعلا ده 3 متر رسیده ماشاءالله برشی برش بله پر از درزی 100 متر بلندیش هم تقریبا 6-7 متر برش 3 متر بله رسیده رو کل گیره همه تو سنگار که ده پشتش ده سنگار هم آورده ده بیل که تقریبا سنگ از 1 متر گرفته تا 3 متر درازی داره بله بله خیلی پخته کار کرده با امید خدا رو کار پخته شده و فعلا این میره که تمام کده دیگه از مو بودجه نیک بودجه باشد که این روزانه 8000 روپیه داشتم تسلیم استاد زمان کدم بله دیگه تقریبا گو 100 روپیه میده 200 روپیه میده متوامنده داشته 200 روپیه میده آره دیگه بله بله دیگه چیز درک نداره دیگه خب و از دوستا خواهشمندیم که صدا از مورا میشنوه باید همون کمکایی که جمع گده مثلا جمع نگده بخش از مورا ای کنه انشاءالله رب امید خدا تا ما بتونین یا کارگرها که کار کده به چارگوم خوزستانش کالا نداره بازارش چای نداره بازارش روغو نداره آره تا امید از یک مبارک چند روز منش کار کنی کارگرم اگر چه خصوصیات نگرفته نگرفتن کمه زیادتر مردمی بود زیادتر مردمی بود در حساب بیل ای از قدرت مردم هم بر بود بله دیلک دو روز بیل که برده قد کامبرس یا کار رمیا پیش رفت الجیک بله بله دیگه هم پخته کار کرده خیلی خوبش کار کرده امید خدا رو مو که امروز
از روز اول که بیلم ده کامپرسیم ده خط را امور یک شریک کنم بخشش گزارش بدیم نه؟ بسیار عالی. کم بیش کار بیل تقریبا 14 روز بیل کار کرده. بله. در ساعت 2200 افغانی. آره. جملهش در 104 ساعت و 25 دقیقه. این ساعت 2200 جمعاً 2,31,000 افغانی همین 14 روز کار بیل شده. 2,31,000. 2,31,000. درسته. کمپرشل یک در سعید کمپرشل کار بود رو آورده تقریبا 35 روز کار کرده 35,000 افغانی روز 1,000 نه؟ درست. یونس تا خونجای کمپرشل داشت 27 روز کار کرده 2,700 جمله اونش 62,000 کار کمپرشل. بله. کار کمپرسی همه های که سنگ و خاک میره نه؟ آره. آتش جلیل نتیگلی 402 موتر سنگ و خاک آورده. درسته. بشیر 413 موتر. آره. احسان قلاغونو 117 موتر قدیم روش که سنجیدم نه؟ جمله 940 موتر سنگ و خاک آوردیم. آره. که پول زیر میشه 1,41,000. درسته. مصرف تیل مملین تسمه پانه بغل پانه هیدرولیک و غیره چیزی که در کمپرشل مصرف کردیم نه؟ آره. 42,495 افغانی در بخش تیل و همزی سامانایی که عوارض که از دودن کمپرشل. بله. 42,495 افغانی در مصرف کردیم. درسته. خرج رسان یک دنه که بخش کمپرشل و هر دو کمپرشل خرج تیل میرسن. مثلا تصمیمات روز 2 دفعه 3 دفعه بازار میمد درست حتما در روز یک چیزی خراب میشد نه؟ آره. دیگه پانه تیز کو پانه بیرو بغل پانه جور کو تصمیم بیرو مملین بیرو تیل بیرو 12,000 این خرج رسان کمپرشل دیده. درسته. یک دنه آشپز بخش زیپرات را گرفته در 5,000. در یک ماه 5,000. روزموز کارگران شده 40,000. آره. خد استاد زمان و خد دیگه کارگرانه. درست. اینه گزارشات که کل مصرف 5,33,495 افغانی شده تا امروز را. تا امروز که ما مصرف کردیم. امیر دنه و بخون ماما جان 5,33,495 افغانی را ما تا امروز مصرف کردیم. آره. از جمله زی تقریبا بگیم که ما چندم 40,000 از جمله زی 40,000 ما در کجا نوشته بود این از 5,40,000 کم کنی تقریبا 5,33,000 4,90,000 میشه نه؟ آره 4,93,000. اون موری فعلا ما قرضداری. درسته. دیگه یک قران هم ترک نداره. دیگه امیدوارم که برادرها توجه کنه در این باره. انشالله. بسیار تشکر. گزارش عالی بود. دیگه ما خو دوستا را خبر دارم که هر کدومایشی همینجا یک لک افغانی خونده شده بود. آره. 2 دانه یک لکی مو داشتی. دیگه 2 لکش که از اینجا باید 3 لک دیگه شمم نه. 3 لک دیگه شی که ما همونطور خبر دارم گوشم جین که انشالله که در زودی مایه اینیش که بخیر اگر دوستا همون گپای روز اول که هسته که هسته دیگه بخیر اوخ مایه. انشالله. نظر خود تو درباره کارهای بعدی و پلانهای بعدی بندی چیه ماما جان؟ آقای خلاصی ما اگر چه حساب خیال نه آره. پول که بود آدم دست با کار میشه پول که نبود خیال پلاو میزنه. آره. و دلم است که یک سالون بخشه میمانات سر امزی تیپه دی یک میدان فوتبال یا والیبال در او طرف جور کنی. آره. و این سر دیره اگر دینال فعلا پول نبود ما منتقص داشتم که استاد زمان اون سنگای میداشته کسته اونو سنگاره یار تقریبا 1 متر 1.5 متر از سر دیره ای طرف
این درجه خوب صحیح بچینم زیر بنش او طرف شما مت بچینم بنش چغل اندازش نه آره سیمت نه برو جای گلدانی جور کنم آره آره و دیگه فضای سبز که برادرها میگه فلانی پن فضای سبز جور کده چطور جور کده بله از فضای سبز و درختکاری و هر چندی که جور کنید در این منطقه جای است کس مزاحم نیه بله بله دیگه اینی پلان ها هست که برادرها کمک کنه کلگیش بچه امزی وطن خود دوست داره که سرسبز باشد و 4 دو پای منجی بینگرنه منطقه را بازدید کننده داشته باشد بله بله این برادرها خودگونش مشوره مصلحت نه دیگه اگر خوبی سرسبزی منطقه رو میخواه حتما کمک‌های خدامه بده یک دفعه نه که یک دفعه بگه ما پول دوم دیگر اینن و میپسه نه آره این دامدار رقم که برادرهای دیگه از دیگه جایی که مو میشونی همی هر ساله مثلا 10 سال و 15 سال که میگه همی دامدار میا نه مثلا سنگجوی لومان سنگجوی لومان که هم کمک ایج نکنه در سال 5000 $1000 و کمک مونه آره اور کلگی اوش کده فیسبوک ها اوش کده در چیزا اوش کده که یک خیرخواه 2,84,000 چند دلار مست دیده نه آره تیمورشاه دیگه یک دنه خاطو مومز نماینده شد مثال رفت پرسان کدی همزو سرپرست کار نه آره گفته یک دنه خاطو 1,30,000 را یک ده گفته نام نگر آفرین یک دنه خاطو بله بله یک دنه بیل مکانیکی یک دنه خریده ورده منش پرده گدن تا نام بند یک دنه بیلدوزر یک دنه ورده پرده گده 3,000 گونه سیمنت گفت یک دنه خاتون دیگه واتش ده که تو رو فقط از چیز بیرین از زایدان اونزون چی پر نه یعنی منجا 3,000 گفت او وادشته نه بله خوش ازایشی دیگه نقل و خود دیره البته انشالله که با کمر نه برادرایز مو قدرم خواهش همیشه توقع نداری نه بله بله اینشون رقم از او لیت رقم کن همو کم چیزی که توان و قدرت دارین همو گفته مردم که همو زکات پول خوره آره زکات پول خوری میشه صدقه هم مرسه زکات هم مرسه خیرات هم مرسه هر چیز مرسه هر چیزی که دل خجور کدین و نمور به امید خدا را هر بلوک شمیتی به تفاوت نشین آره و رایکن با انشالله کمک کن دیست یک دیخ بگیری خوبه دیگه از این بیشتر نگذاری که منطقیزمو خراب باشد بله بله روز بر روز آباد شده بره روز بر روز سرسب شده بره انشالله با امید فاقیت سلامتی و صحت تمام بینندگان عزیز خدا نگهدار دیگه بله آقای خلیلی صاحب تصمیم شی برمیسته که سرریزی رقمش بخوره پختکاری روی دیوار و خیر ای اگر محکم نشنه یگان سیلای بسیار خطرناکی باید دوستا حتما نیر متضرر منه خلاصه ما شما وقتی که دیوار منی آخر دیوار را رینگ منیم ای قراره که ما امی سنگایی که مانده اگر کمکای شما دوستا باید ای رینگ شنه ای سیخ بندیش نه ای بخیر مستحکم باید دیگه قسمت سرریزی را که شما دیدین که اگر سرریزی را ما شما توجه نکنیم بند از ما شما در خطر است زیادتر از سرریزی بسم اگر ریگیرار متوجهش نشنیم او هم بند ما شما را از بین خواهد برد لذا که ما قد آقای خلیلی صاحب امیر مگیم ای آخرین گزارش ما دیگه گزارش ما ندارم از بند رسول الله تا زمانی که یگان کمک ها کماد ما ماییم به خدمتشون بی کمک امین دفعه ما چندین دفعه شکم ده از محترم محمد نبی سروری از کانادا که مبلغ 10,000 افغانی برای بند رسول الله وعده شده انشالله او گمات یا مثلا کمک های خود برادرایی که دمی بند شریک است از زمین بند از زمین آب یا زمین قول رشد و نمو بده اونا که کمک های شما دیگه بخیر ما در خدمتشون میرسم و از شما هم میخوایی
نظر آقای خلیلی رو ما شنیدم. نظر شما را میخوایی که دیگه با کمک از شما دوستا کدام کار بند مانده که او را ما در نظر بگیریم؟ یک مسئله دیگه اینجا میخوایم بخش برادرای خوشقول بگیم، بخش برادرای قناق بگیم. دوستا به لطف خدا بند رسول الله یک از پروژه نیمه‌کاره بود که به لطف خدا و با بازوی توانمند عزیزای ما، پدرای ما و برادرای فداکار ما، فضل خدا دیگه ما فعلا یه آبروی از ما خریده شد. این پروژه نیمه‌کاره گفته نمیتونیم، این بخیر در آخر رسید. این سرریزی و اینایش را دیگه میگذارید در دوش خودون از اینا. دوستای خوشقول، عزیزا، بزرگا، یعنی تیم کاری که شما در اینجا میگنین با سر جان آمادگی زیر داره که در خوشقولم بره. باور کن ایگه در 2 هفته کارش تمام شده، بند خوشقول در 1 هفته کار تمام است. اینمی کارگرایی که شما میگنین، اینمی بیل، اینمی وستاکار، اینمی کساره، حتی ما از آقای خلیلی خواهیشنیم که همونجا برستا چنه دیگه. ما سابق یک بار نه که 10 بار گفته که نصف کار را ابزارالات کار پیش مبره، نصف کار را مدیریت کار پیش مبره. دیگه بزرگواری شماست. این خبر خوب و خوش را قد شما شریک کده که بخیره. الحمدلله این مناله دیوار بند نه تنها که پای نمانده، بلکه از سطح دیوار خاکی بند قسمت سنگدیری بند بالاتر هم رفته. سرفرازتا ایشان محترم قنبر یاوری است، صاحب اسکواتور یا بیل مکانیکی که در بند رسول الله کار مونه. و یاوری دست در نکنه، زنده باشی. امی بیل شما بسیار قدمش نیک شده خودونچ من و خدایی آتیار حسین میگه که امی راننده بیل امید ای دیگه نام خدا بگه یک آفت دیگه دمی کار مار. چطور وضعیت از شما، وضعیت کاروبار شما چی رقم است، وضعیت کمک‌ها چی رقم است؟ با سلام خدمت دوستا و بیننده‌های عزیز، امیدوارم جور سلامت باشین. خدمت عرض شود که وضعیت کمک‌ها خوب نیه. چطور؟ امی کارگرها همی که اون روز کارگر اینج دستش زخم شد، گفت والا ما این الان پیسه نیه که می برو دست زخم رو عباس نظری. عباس نظری و دیش اگرچه خیلی ببخشی دیش زخم شد این میقدر سنگ بود نه؟ اره این میقدر سنگ اره میری کمیت پورتا که دی یکی تو هم دادی گفت دمیت جای خنفته دستی امی استایش بلگده گفت نقص نه؟ یک 4 روز کار کرده تا 1000 روپیه بلگنده تو برد پیش دکتر. امیر رحمت را گفتم تو ایرکو برد دکتر. اره 1000 روپیه میره شوی کنه نه؟ اره ما کار نکردم. خب تو خیره تو بیگر ولی تو میرکو بر او بایلا دادیش چی مصرف شد؟ اره اون صبحش بسام منجه کدوم که تو بیا از بس که قوی کار میکنه. اره عباس قوی کار میکرد؟ برابر وسط زمان کار میکرد دیگه، یعنی تقریبا آفرین. همه تو فهمیده، همه تو صحیح کار میکرد. صبحش دیش سمیت منجه کدوم گفتم بر تو همون بگه دیگه که کار نمیتونی بیا چای کن. اره دوام بسام نماد دیگه. اره او گفته که چای بد معلوم میشه. اره کش نشته. خب چطور؟ وضعیت مالی خوب نیه آقای خلاصی. اره چند روپی دریافت کده؟ چند از امروز اول که تا عالم ده؟ ما را آقای خلیلی بخش تل 50,000 پی مردد. اره گفتم تل نداریم. سری اول آمد یک چند روز کار کده باز رفتیم چه 2 روز رفتیم در بازار رفتیم اکسترای سالون. اره باز گفتم ما دیگه تل نداریم. آقای خلیلی غم تل بوخر که به تل ممنیم. باز امون از کجا پیسه پیدا کرد نمی‌فهمم. پیسه کمک نبود. پیسه کمک نیه. پیسه کمک نبود. از کجا پیسه پیدا کرد آورد مردد گفت تو فعلا کار بچین. اینا هم که 50,000 شخصی از خود دیده. 50,000 از شخصی جیب دیده. یه روز پیش ما خبر کردم که اگه کمک اگر آمدنی دان رای یا آمده اینا اولداری باز واش شده، سرای واش شده. اولداری رفته سر وظیفه خو اولدارا اینا اولا پاس میشه امور پیسه باید ما نیم روز قرار بود بخش تل برم که بخش صبح تل نداره. اره نداره نه؟ امروز شنبه یک شنبه دی 2 روز اولا نمیشه خب؟ خب در 2 شنبه اگه اولا نشد
بیسم برو آقای خلیل از ما کم بگر که همه 50 که دیدی یک 50 دیگه دیگه این رقم کاش که یاوری صاحب ما می داشتم که می رقم فقط دمیگه سر تو چرخ می دادم. سلامت باشید. این با خدا قسم اگر 2000 باشد چی برسد به 20000 خب ما میخواستم که پول خیر باشد شما را همین بیتیل نیلی اگر ما بود اول دفعه از روسیاگوی قرضداری سرک خود خلاص میکردی که یعنی 5 ساله که ما شما قرضدار است خیر بگیرین سر از متانو شکایت هم نکدین عریضه هم نکدین دیگه لطفم زیاد و زیاد انشالله کمک میاد بیال تو خلاص کده دیگه رای نزو دیگه ما یک دفعه بخم داغم بری حالش پرسان کنی و تبریک بادی بگی بخشش مون تبریک بادی امیر آقا خوبی بخیری سلام کوکای خوب بخیر جان جوره سلامت باشی امی 7 متر در چند روز کار کردی امی یک 2 روز شده داریم روی هم رفته که دبلیزی کار کرده دیگه یک کلان کار از ما دادن همین روز 15 روزه نه؟ آره 16 روز میشه دیگه و دور سنگ منگ تاکده درسته ماشاءالله تعریف میگه که کار یک ساله را شما در 2 هفته خلاص کردین در نظر تو پیشرفت کار چه قسم بوده؟ لا پیشرفت کار خوب بوده دیگه که مردم راضی هستی ما خودگان همیشه هم کار خونی امروز بازم صبح کار داره آخرین روز شما چی رقمه؟ از صبح اگه خوب پرش ندادن دیگه کار خلاص میشه آها خب تانو ذاتی عارف حسین فقط 50000 شخصی از خود برای شما دیده دوستا کمک نکرده پیام تو بینوان یک کارگر بینوان یک خدمتگزار چیه؟ پیام از ما برای این خیرین این میه که این بند خودگان چوش منه یعنی چند سال که کم کم کاش دنی ما کارا منده 4 سال 5 سال آره دیگه این سریم که ما هم ده کار کده دیگه فکریم طرف هم دور باشد در هر جای هستین در هر کشور هستین خدا پشت پناهشین موفق باشین سرفراز باشین تشکر بخیر باشین خیلی زحمت کشیدین خیلی زحمت کشیدین تشکر خواریزه جان نالی بخیره کار تا کجا رسید بخیره کار اول از خدا رو کنه پورک دیم امید خدا دیگه پورک دین دیگه پورک دی بخیره چقدر در تشویش بودی نمی که وقتی که ناتکمیل بود این قدر در تشویش با مو خدا هر کس که پرسان میکردم بندی رسول الله ما گفتم اید نرید اید نرید به خدا بخی نام بدی مردم پرسان میکرد که مو در جایتون گفتی اونجا رفتیم با خدا ما گفتم نرید از یک نیم کلا بود قیشخ بود از او که نمیدید خوب اره این حالی که بخیر پرسان کنه چیز میگی این حالی مگیم نرواری مگیم باید بر توخی دانه بند خوب سایه جور کده و خدا شما را خیر بده دیگه امید خدا دیگه اعتراض دبلش نمانده اگه خدا واسطت بسم یک کمی رو بلند کدی اما سریدیش از پاسم دو سنگ اگه جور شد چی بهتر میشه با خدا بله خود شما نام خدا ما چندین روز دیدم که سنگ نزدیک میکردید بیل میزدید یعنی چای میکردین آره با خدا زحمت زیاد کشیدین خیر بگیرین 2 روز ما اینجا پرچه هم چای میکردم ما رفتم قنچقیز استم سنگ من با خدا بال میکردم در دیرش دیگه کمک میکردم دیگه درسته یعنی چای خم میکردم گفتم ما که امی کستوان از ماست ما امیرمونه روزانه هم نداشتید نه آره دیگه نبود با وجودی که شاید خیلی دمو روزانه ولو 200 خیلی نیازمندم بودین با خدا دم 100 روپیش نیازمند بودی دم 100 روپی 100 روپیم که میداد تو خوشگاه میمدی خوشگاه میمادم با خدا آره اما دار پی نبود امورم ما قبول نکردیم ما گفتیم دوگورم کارم دی پیش بره می روز شنم روی چاقویم دی کمتر شد ماشاءالله خود زحمت‌های شما بود که فضل خدا این کار را آخر رسید کار را آخر رسید دیوال خدا دیگه نام خدا او لا دیرشم بالنده و تا نمانده تا نمانده بخیر همین استادی در نظر چطور دیره کرد چقدر زحمت کرد استاد زمان همین زمان این مگیم امو که مو قدر روزانه مخوره نوش جان خدا چند برابر امزو کار مونه چند برابر کار در نظر تو چند استاد به اندازه چند استاد کار مونه مو یار سنمزی استایا نلینک تو ما میگیم برابر 3 دنش کار نه 1800 روپیه روزانه میگیره کرای امزو روزانه گرفته دره نوش جان چی بالکل از واس خوب کار نخوده بیل والا چطور کار میکرد بیل والا همین سال گنده خوب کار نخوده خوب پیشرفت داره کار خوب پیشرفت داره خوب با نظم خوب شی
اون سالم بود با خدا فقط همی عادی میمد زوستون خود نشون میداد دیگه کار نبود دیگه که این میاموتر قی شخ متمن. درسته. خب به عنوان یک مستفید، به عنوان یک از بزرگان قوم، برای دوستایی که قد از ما و شما پیشم کمک کرده یا عالم تصمیم کمک را داره، پیام تو چیه؟ پیام از ما که پیام از ما یعنی ما میگیم ما برادر جان عزیز این دمی سالهای اقتصادی مردم غیر ضعیفه نداره، با کلی مردم نداره، توانی دار پیر بخدا گشتش اگر بلش بیله اونمور توانش نداره که بیده. ما امید خدا و امید دوستاییم که خنجقه ما همکاری کنیم همی تکمیل شد. انا لگه مثلا بگه آتیلی دادم یک 7000 کمک کنه. اره کمک میتونی یک 7000 با خدا یک روپی را واسش داشت. یک روپی نداره. زنده باشین. دیگه اینمی قدر ما تشکر. خیر خدا شاهد خدا شما داشته باشه. این یگانگیه. آره. 20000 روپی از یکی بلیم قرص الحسنه ازاتی مصطفی بن بریکو در نوروز گفته با خدا ما اون مرد تبلده باشم. چرا که نیه. ندارم دیگه از کجا کنم. نیه دیگه اگر مو بود خداوندی مو شما مقدار عذرزاری التماس نمیکردی. و خیر باشین. تشکر. خدای کریم تو را میمان بگه. خداوند کسایی که کمک من خدا ور توفیق بده. خدا اقبال چی بلند کنه دیست از مور بگیره مو که از خدا از و خوش استی. تشکر. که ما این میت دیست خالی دیگه نالم شکر دگور دمیال شم مال خوب شدنه. کارش خوب شد. خدا را شکر. خدا را شکر. سلامت باشین دیگه. خداحافظ شما. خداحافظ.